2 روز است که رقم‌ها در این تابلو زود تغییر می‌کنند. به خصوص قرب روبل روسی، اگر بگاه 23 فوریه 1000 روبل قریب 142 سامانه بود، روز گذشته تا 120 سامانه پایین فرآمد. حالا ارزش 1000 روبل روسی به 133 سامانه برابر است. مهاجران از یک باره پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. قرب بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار. از این 50-60 هزار ضرر کرده. بله. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روزتباران مقیم تاجیکستان هم نگرانی آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خیل دوام کند، درآمد آنها کم می شود. این به حیات ما تأثیر منفی میرساند. من در یک شرکت روسیه کار میکنم، معاش را با روبل میگیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیاز اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خیلی چی کار میکنی دیگر؟ طاقت میکنیم. رفته دزدی کرده نتوانم. قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ینور چند هواپیما از تاجیکستان بر روسیه پرواز نکرد. این بلیط فروش میگوید با آنها گفتند که چنین وضع حداقل تا 2 مارس ادامه میکند. با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون وزارت میگیرن، یکم رئیس دیگه دم میمونن. اینقدر تقریبا 6-7 شهرهای روسیه که هستند وزارت محکم شدگی هستند. Krasnodar یکتاش، Rostov، Воронеж، هم دا گرانشوی که نزدیک سرحد اوکراین است. بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند، اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان و به خصوص مهاجران ضربه میزند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.